در مورد فلز روی چند تا مورد رو می‌خواستم و ارتباطش با آزمایشگاه و بدن انسان. فلز روی بعد از آهن دومین و فراوان‌ترین عنصر کمیاب بدن هست. نقشی هم که داره اکثرا در عضلات حدود 60% و در بافت‌های استخوانی هست حدود 30%، ولی در همه بافت‌ها یافت میشه. و نکته دیگه اینه که در بیش از 100 فعالیت آنزیمی در بدن شامل فرایند ترمیم و همچنین ساخت DNA نقش موثر داره. و به خاطر اینکه ذخایر روی ذخایر در دسترسش در کبد وجود داره و حدود 1 تا 2 هفته بیشتر دوام نداره، نرسیدن روی به بدن میتونه بعد از 1-2 هفته علامت دار بشه. معمولاً هم علائم کمبود روی یکی اختلال در فرایند ترمیم زخمه، دوم اختلال در رشد مو و ناخن هست، عوارض دیگه‌اش میتونه عوارض گوارشی باشه و حتی از دست رفتن حس چشایی یا مزه. در موارد شدید میتونه اختلال استخوانی و همچنین اختلالات عصبی بده.